مرگ برای انسانها بخصوص در ادیان زیادتر وعده داده شده. چرا؟ چون ادیان از نقطه های ضعف بشر همیشه استفاده کرده. شما میدونید بشر یگانه موجود و جانوری هست که از مرگ خود آگاهی داره. از مرگ خود آگاهی داره و مرگ آگاه هست. یعنی میدونه که در نهایت این بشر موجود دو پا میمیره، از بین میره. بنابراین فانتزی برای دنیای بعد از مرگ خود ایجاد کرده تا دلخوشی کاذبی را برای خودش داشته باشه. و همین دلیل است که بشر امروز چی کار میکنه؟ منتظر دنیای بعد از مرگ است. و ادیان چی کار کردن؟ این مسئله دنیای بعد از مرگ را یک اسلحه در برابر بشر استفاده کردن و این زندگی بشر را پوچ کردن. زندگی امروز بشر برای بخصوص مسلمانان پوچ هست و در قرآن آیاتی است که میگه ما دنیا را برای امتحان کردن شما پوچ آفریدیم و میگه دنیا دنیای کافر است و جهنم مسلمان هست. ببینید چرا؟ چون محمد باید با این تاکتیک چیکار میکرد؟ جان مسلمانان را در راه خودش فدا میکرد. سوره توبه را باز کنید دوستان عزیز، آیه 111 را بخوانید. گفته هر کسی که در راه خدا میکشه و کشته میشه بهشت میره. حالا مسلمان برای اینکه بهشت بره باید چیکار کنه؟ در راه خدا باید خودش را بکشه و در راه خدا بکشه دیگران را تا بره بهشت. زندگی بعد از مرگ افسانه قبل از محمد بوده که محمدی را مثل اینکه سایر ادیان استفاده کرده و توسط از این مردم را اسیر راه خودش ساخته. و در اونجا چی وعده داده؟ سوره نبأ آیه 33 زنها با پستانهای زیبا، با پستانهای انار مانند، غلمان، حور، پسرهای زیبا، جامهای شراب، سایه های سرد، غرفه ها بالای غرفه ها. این مسائل است که عرب اون زمان محتاج بوده. عرب اون زمان برای اینها نیاز داشته، نیازمند بوده. اما امروز هم وطن ما هم به اونها نیازمند شده. زندگی بعد از مرگ افسانه بیش نیست و یک باور دروغین بیش بشر در روند تاریخ، در طول تاریخ نبوده. سپاس هموطنان نازنین.